کمیته روزهای فوق‌العاده تاجیکستان به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری می‌رساند که بر اساس معلومات هواشناسان روزهای 28 و 29 مارس سال 2024 در یک قطار راه‌های کوهستانی تابع مرکز در شورای دوشنبه خوجند چنوق همچنین در ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال فرو ریختن ترمه و سنگریز و بسته شدن برخی راه‌ها پیش بینی کرده می شود. به این دلیل کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان این منطقه‌های ترمخیز خواستند که در این روزها از رفتن به جمع‌آوری گیاهای شفابخش کوهی همچنین از شکار و ماهیداری خودداری کنند. از رانندگانی که در این روزها قصد سفر از طریق عقبه‌های کوهستانی را دارند خواسته شده است که پیش از سفر درباره وضع راه‌ها و شرایط آب و هوا تمام معلومات لازمه را به دست آورده واسطه‌های نقلیات خود را برای سفر آماده کنند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ فروریزی ترمه‌ها در فصل سرما و آغاز فصل بهار خطرناک به شمار می‌روند. سال 2023 در تاجیکستان 335 حالت فرو ریختن ترمه ثبت شده، در چندین حالت باعث مرگ شهروندان هم شده است. ترمه‌ها بیشتر در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق، یگانه راه زمینی بین ولایت سوغد و مرکز تاجیکستان، همچنین در راه‌های کوهستانی وادی رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو می‌ریزند.